السلام علیکم تماشابینان عزیز. من امام خطیب مسجد جامع به نام امام غزالی جماعت دهاتی اماندره می باشم. امروز با شما در موضوع صحبت دارم که نه تنها به روزگار هر یکی ما ارتباط دارد، بلکه به آینده ملت و دولت و سرنوشت فرزندان ما پیوند و ناگسستنی دارد. موضوعی که بررسی میکنیم این نقش علم و کسب آموزی در بهتر نمودن سطح زندگی می باشد. البته دین اسلام به علم و کسب آموزی توجه خاصه دارد و همیشه پیروان خود را به آموزش علم و کسب هنر ترغیب و تشویق می نماید. چخیلی که پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی خود خاص درباره تعلیم و تربیه علم خیلی یک توجه خاصه داشتند. ما نیز در همین ردیف از روی پیام پرزیدنت کشورمان در هر زندگی و در موعظه های خود این موعظه را گفته میگذاریم. خیلی که دین مبین اسلام به علم و کسب آموزی توجه خاصه دارد و همیشه پیروان خود را به علم آموزی و کسب هنر ترغیب و تشویق می نماید. به سبب نیست که آیت اولین قرآن محض در مورد آموزش علم است، چنانه که در سوره علق خداوند می فرماید که در آیت یکمش که اول آیت قرآن کریم می باشد اقرا، یعنی بخوان به پروردگار خود. یعنی اگر این برای ما ضروریت نمی داشت خداوند می گفت که اول روزه بگیر یا نماز بخوان یا عمل صالح کن. بخوان را گفت که این یک منفعت برای هر یکی ما شما دارد. به سبب نیست که آیت اولین قرآن است در مورد آموزش علم است. این چنانه که در سوره 5 دیوم مراتبه خداوند تعالی فرموده است که بخوان به پروردگار تو که بزرگوار است. این معنای بزرگوار شدن انسان با علم و با معرفت با خودشناسی ملی انسان به یک کمالات میرسد. در این مورد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در چند حدیث مبارکشان میفرمایند که طلب علم این فرض است بر کل مرد و زن. در اینجا جدا نکردن که این طلب علم دینی باشد یا که دنیایی. محض طلب علم کردن این عام است که هم دینی هم دنیوی باید فرزندان ما بر طلب علم کنند. در دیگه حدیث را میگن که تو طلب کن علم اگر چند به چین باشد. البته برای چی سخن چین نگفتن؟ در بعضی موردها ما میشنویم که بعضی کسا میگن که روسی گام نزن یا انگلیسی گام نزن یا دیگه که غیر دینی ما است. بعضی کسایی که کوتاه فهم هستند این سخنها میگویند. نه، پیغمبر ما گفتن که طلب کن علم اگر در چین باشد. چین موضوعی که جایی که دین اسلام در اونجا پایدار نیست است. اگر چنده که دین اسلام پایدار نباشدم زبان همونها را آموز. پیغمبر با علم سور میدانستند که با علمشان که همین دولت خدا خیلی پیشرفته می باشد. بنابر همین پیغمبر گفتند که اگر علم را تو خواهی که با مرتبه باشی، با فرهنگ باشی، با یک در راههای مثال افرادگرایی نروی، طلب علم کن. کسایی که در راه افرادگرایی میروند برادرها اونها علم ندارند. اگر مثال گیریم اگر اونها ببینید از دور ایستاده به دولت ما، به دولت تنجه امانی ما سنگ معلومات میپرتایند. چی با؟ برای اینکه در اینجا مادر او زندگانی کرده است، پدر از زندگانی میکند و دولتی که در اینجا او به کمالات رسید. در وطن خیانت کردن گناه کبیره است. در مادر، پدر، در والدین اظهار بدرفتاری کردن این گناه کبیره است. پدر و مادرش در اینجا زندگی میکند، از اونجا سنگ ملامت میپرتایند. چی با؟ بدبینی میکنند چون که علم ندارد آنها. بنابراین بسیار ادیبای ما هم در این بابت طلب علم گفته گذاشتند.
مسئله علم و دانش همیشه در مرکز توجه رغبت دولت هم هست و حکومت دولت ما قرار دارد. از جمله در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آمده است که من از روزهای اول فعالیت خود به حیث رهبر دولت تا امروز دستگیری بر رشد علم و دانش و معارف را سمت افضلیتناک اعلان کرده در طول بیش از 13 ساله با این ساحه حیاتا مهم توجه اولین درجه و دائمی ظاهر می نمایم، زیرا خوب می دانم که رشد همه ساحه های حیاتی جامعه و دولت آینده با سعادت دولت و ملت و علم و معارف پیشرفته وابسته دارد. بنابراین طور استاد رودکی در این باب می فرمایند که تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش به نیاز. مردمان باخرد اندر زبان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سر اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. البته آدم و شعرا ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیک محترم استاد ابو عبدالله رودکی جدا حق گفتند، چون که اگرچه ما تاجیکا علم را نآموزیم دیگرها با دیگر زبان ها می آموزند. یکی از خیریت ترین ما در این که پیغمبر خدا وقتی که با سلمان فارس می نشستند می گفتند، در دستشان در کتف سلمان فارس نهاده گفتند که اگر فرزند فارس تاجیک اگر این در سریا می شد اونا دسترس می کردند. انشاءالله ما فرزندای در روحیه علم، وطن دوستی، درباره تربیه مادران پدران، درباره تربیت فرزندان بسیار توجه خاصه کردنشان در کار، چون که فرزندان اگر به علم مانند در هر گروه هایی که چرا که پرزیدنت کشور ما گفتن که تروریست وطن ندارد، مادر ندارد و دین ندارد، مذهب ندارد. اگر به علم باشد مذهب را نمیداند که مذهب چی است، دین را نمیداند که دین برای ما چه گفته است. انا طور ادبی کلاسیک فارسی تاجیک نظام گنجوی در بابت مقام و منزلت صاحب علم و صاحب کسب در جامعه فرمودند: علمت به عمل چه یار گردد، قدر تو یک هزار گردد. همه انسانی که علم دارد در او همه توجه می‌کنند. چخیلی که پرزیدنت کشور ما در مجلس هایی که سفر کاری دارند در ناحیه ها و ولایت ها، بعد برآمدشان من طالب علم ها که برآمده گم میزنند، کدامش که صاحب علم است پرزیدنت کشور ما درک میکنند، به او کمک میکنند، به او سپارش میتیند که اینا دستگیر کنید. چی به شرافت آن همون علمش است. بنابر همین ما در این برآمد ما با این مقصد آمدیم که ما فرزندای بر روحیه علم آموزی و تربیه نسل نورس یک سهم خود را گذاریم. نباشد که با فرزندای ما به علم مانند چهلی که پرزیدنت کشورمان محترم پیشوای ملت در همه برآمدهاشان میگویند که ما این دولت آزاد و آسایشته آرام به فرزندا به نبیرگامان با یک عملهای خوب ما با یک رفتار نیک ما به آنها میراث بگذاریم. خیلی که مولوی جامی میگویند تا سر جمله هنرهاست علم، قلفکشای همه درهاست علم. انسان با علم و معرفت به جای میرسد. من امروز در شاهنامه فردوسی خوانده بودم که توانا بود هر کی دانا بود، با دانش دل پیر برنا بود. من خواهش آن را دارم که الهیم سرزمین ما، وطن عزیز ما همیشه صلح و ثبات، آسایشته آرامی همیشه در امان باشد. همه فرزندان ما با علم با معرفت باشند. من برای علم و معرفت البته جد و جهد و غیرت، کوشش و غیرت در کار است. یک حکایه به یاد آمد برای که من امروز در مسجدم در نمازگزارایم این سخن را گفته گذاشتم. بسیار کس تحسین گفتند که بسیار ما درک کردیم که در کدام حالت انسان با علم و با معرفت می شود. یک همین حکایه گویم در فرجام صحبتم، یک شیر برآمده است از جنگل برآمده است، دعا کرد است که پروردگارا با من یک آهو بره نصیب بکن یا روپره کن که با یک قپیده برم، من فرزندام در خانه گشنه ایستادند. یکی بای برفت است و دعا کرده آهو برآمده است. آهو گفته است که پروردگارا من فرزندام گرسنه است،
مراش به شر روپرو نکن. خداوند گفته است این چی شد؟ اینش دعا کرد که روپرو کن، اینش دعا میکرد که روپرو نکن. اکنون من با قدرت خودم یک کار رو پیش میگیرم. کدام از جد و جهد و کوشش غیرت داشته باشد من به همون میتیم. اگر آهو جد و جهد و شوری دست نداده، یک چریده یک نگاه کرده اگر بچرد در او میتید. اگر غیرت شیر بسیارتر مثال جاسوسی کرده آمده اینا به یا هله بقپد، غیرت کدامش که زیاد بود خداوند گفت به هم میتیم. بنابر همین خداوند با کسی جد و جهد و کوشش غیرت دار خدا هم میتید. من در فرجام سخنم به همه هموطنان عزیز بینندگان این آینه نیلگون عرض سپاس میکنم که انشاءالله این سخنهای ما را به انابت گرفته برای رشد و تکامل دولت و ملت ما که تاجیکستان عزیز ما خاک اینا ما به یگان چیز نمیفروشیم. انشاءالله در تگ بیرق جناب رسول اکرم صلی الله علیه و در تگ بیرق جناب پرزیدنت کشورم استاده سهم و کوشش غیرت را به انجام میرسانیم.